افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. مطالعه تاریخ موجب درس گرفتن از گذشته، افزایش دانش آگاهی، تقویت تفکر انتقادی و درک عمیق‌تر از فرهنگ‌ها و جوامع ضروری است. تاریخ به همه ما کمک می‌کند که گذشته را بهتر بفهمیم و از آن برای ساختن آینده‌ای بهتر استفاده کنیم و برای حل مشکلات و تصمیم‌گیری‌ها مجهز شویم. امروز می‌خواهم بر این اساس کتابی را به شما معرفی کنم به نام کتاب تاریخ ایران. این کتاب با مقدمه پروفسور سید حسن امین که ایشان رئیس دانشگاه سرپرست علمی دایره المعارف ایران شناسی می باشد. این کتاب تاریخ ایران در 4 فصل و مؤلفان آن حسن پیرنیا، عباس اقبال آشتیانی و علیاصغر طاهری می باشند. همچنین خدمت شما عرض کنم بنده این کتاب را در غروب روز پنجشنبه مورخ 27/4/98 در میدان ونک از دستفروشی به نصف بها خریداری کردم. این مطلب را ارائه می کنم که خواندن کتاب، بخصوص کتاب‌های تاریخی، برای همه ما باید ارزشمند باشد. از شما مخاطبین خودم تقاضا دارم که کلیپ بنده را سابسکرایب فرمایید و همچنین کامنت بگذارید تا بتوانم کلیپ های بهتری برای شما تهیه کنم. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.